هدیه‌ای آسمانی. انسانیت در طول موجودیت خیش برای زندگی شایسته وابسته به شرایط طبیعی و مکان زیست خود کوشش و تلاش‌های زیادی را انجام داده توانسته است حیات خود را رنگین سازد. برای انسان در برابر تأمین شرایط مادی زندگی شرایط معیشی نیز در مد اول بود و امروز نیز وابسته به ترقیات و پیشرفت علم و تکنیک شرایط معیشی از آن جمله استعمال غذای سالم واسطه اساسی زندگی انسان هاست. ملت تاجیک از قدیم الایام با عرف و عادت، رسم و تعامل و عنعنه‌های خیش در بین مردم منطقه و جهان فرق کلی داشت و خوشبختانه این عنعنه‌ها تا به امروز تکمیل یافته و در مناطق گوناگون تاجیکستان وابسته به خصوصیت‌های محل رعایت کرده می‌شوند. عنعنه‌های پخت و پز در گوشه و کنار تاجیکستان به طور گوناگون رایج می باشند. مثلا نان‌های پخته کدبانوهای یک محل از محل دیگر فرق می کند. طعم نان‌های پخته کدبانوها یکی از دیگری با لذت ترند. همچنین لذت طعام‌ها از یکدیگر تفاوت دارند. طعام معمول‌ترین تاجیکان این آش پلو است که آن را مردم شاه طعام‌ها نیز می‌گویند. هر یک خلق، هر یک ملت در جهان با این یا آن طعام خود نام برآورده است. مثلا ژاپنی ها با سوشی، کره‌ای ها با سالاد کیمچی، عرب ها با خورشی فلافل و همین طریق تاجیکان با آش پلو مشهور هستند. آش پلو یکی از طعام های بسیار معروف تاجیکان به شمار می رود که از دوران خیلی قدیم در بین نیاگان ما، در بین مردمان سغدی و باختری به وجود آمده است. و چون که سغدیان و باختریان هنوز پیش از میلاد به پرورش شالی مشغول بودند و از برنج هر گونه طعام ها می پختند، طعام هایی که تا به امروز مثلا ما نمونه آنها رو داریم. این نوع خوراک چنان به حیات مردم ما وارد گردیده است که نفری را نمیتوان پیدا نمود که هفته 2-3 مرتبه از آن تناول ننماید. تاجیکان برای شخصان نزدیک خیش مهمان عالی قدرشان آش میپزند. در تمام معرکه های شاد و غم تاجیکان آش پلو غذای اساسی است. آش پلو یکی از طعام‌های قدیمی تاجیکان میباشد. آش پلو رو هر کس مثال میگیریم هر خیل میکنه. آشپز بسیار برنج، مثال میگیریم برنج و روغن و سبزی و یک تا آشپز بسیار است. استادی که مثال میگیریم میخواه که همه آشش به مزه بیایه و خوشخور بیایه و قوت و توانایی نغز بتیه به انسان. یکم مثال میگیریم استاد همون تیار کردگی آش با همون طعام خود با همون آش گاب میزند. همون خواهش میکند خیلی آدمی ایده میگن که خیلی خدای تعالی همین آش خوشو بیاید.
یگون کمبودی نبیاید به مزه بیاد تو میگیریم استعمال میکردیش استعمال که کرد رحمت بگر برای همین ما باید از تحت دل کار کنیم مهنت کنیم آشای تحت دل پذیر واقعا هم آش پلاو در فرهنگ مردم تاجیک باعث آن شده است که یک سلسله رسم آیین ها به وجود آید باور اعتقاد ها به وجود آید اینچنین در فولکلور تاجیک ما روایت ها نقل ها ترانه ها سرود ها ضرب المثل و مقال های زیاد داریم که آش پلاو در آنها تصویر شده است مثلا میگویند آش نیست آشنایی نیست یعنی این معنای آن را دارد که آش واسطه به هم نزدیک آوردن هم دوستان است هم همسایه ها است هم دیگرها است و هر کسی که به خانه‌اش مهمان آید در بین مردم حتما آش پلاو میپزند یعنی آش پلاو افضلیت دارد آش پلاو موقعش نسبت به دیگر خوراک‌ها بلندتر است از این خاطر آن را شاه طعام ها هم گفتند طوری به همگان عیان است اساساً آش پلاو از روغن، پیاز، گوشت، سبزی، برنج و آب و نمک تهیه کرده می شود. عنصر اساسی آش پلاو این برنج است. درباره پیدایش برنج قصه و روایت های زیادی موجود است. در بعضی سرچشمه ها پیدایش آن را به 8000 سال مقدم نسبت می دهند. وطن آن را باشد برخی ها چین، برخی دیگر هندوستان می شمارند ولی در یگان سرچشمه وطن اصلی برنج دقیق نشان داده نشده است. روایت می کنند که برنج در زمان غذای فرشته ها بوده است و از قضا جوان مهمان فرشته ها می شود و او را با برنج آبپز ضیافت می کنند. هنگام بازگشت جوان می خواهد یک کف برنج را با خود برد. با او اجازت نمی دهند و هنگام برون آمدن در کف پای اوریان جوان یک چند دانه برنج باقی می ماند و همین طور برنج در دنیا پهن می گردد. برنج را هدیه آسمانی نیز می نامند زیرا برنج از آب، خاک، باد و آتش می روید. پایه شالی در آب بوده سرش زیر آفتاب تمیز است. اگر در گرمای ماه ایول به زمین شالیزار با اسبابهای مخصوص نظر کنید به نظر منظره آتشزار می رسد و آن زمان از هر گکتر زمین هزارها لیتر آب بخار می شود. درباره اتیمولوژی کلمه پلاو درباره خود کلمه آش بعضی عقیده ها هستند و هنوز کسی از عالمان تحقیق مخصوص کلمه پلاو رو نکرده است اما در بعضی سرچشمه ها آمده است که کلمه پلاو با ریشه پهلو یا پهلوی آن را آش پهلوانی هم گفتند با اینها ارتباط میگیرد و اینچنین کلمه پلاو در زبان کهنه سانسکریت که زبان قدیمه هندی می باشد دچار می شود که در آنجا با نام پولک در شکل پولک به معنای برنجی جوشانیده شده است. بسیاری ها بر آن عقیده‌اند که پلاو با کلمه پهلو از یک ریشه ترکیب یافته با مرور زمان شکل خود را دیگر کرده است. واقعا در عصرهای گذشته آش پلاو را غذای پهلوانی می گفتند و علم طب ثابت نموده است تناول درست آش پلاو به جسم انسان نیروی و توان نو می بخشد. اگر آش با تمام صنعت با اصول خوب پزی ایج محل آدم کسل نمیکنه. اگر کسل میکرد با اجدادان ما آش پلاو شاه دسترخوان میگفتند نه برای همین آشه که کردی از تحت دل مهنت کن همش موافقی گفتگی استای پیش کن انشاءالله آش بعد خوردن
وای قوت توانایی میتیم آدم با قوت میکنه سال میگیره عمرش دراز میکنه یه همش وابسته ای استادی آشتیارکاریه واقعا آش پلاو طعامی هست که پختن آن هم صنعت مخصوصی رو طلب میکند. مثلا آش پلاو شاید یگانه طعامی باشد که در آن هم اصول بریان کردن هست، زیر باندن، هم اصول جوشانیدن هست، یعنی شورباچه آن را میجوشانند و هم اصول دم پرتایی یا بوغ پرتایی دیده می شود. و از جهت دیگر ما اگر این را شرح دهیم آش پلاو واقعا چهار عنصر، چهار نعمت طبیعت رو در خود تجسم کرده است. روایت میکنند که اسکندر مقدونی وقتی به آسیای مرکزی آمد خیلی خسته و افسرده بود. آن زمان با مردم محلی مناسبت خوب داشت و مردم او را ضیافت دادند. اسکندر نام غذای خورده‌اش را پرسید، گفتند پلاو. بیگمان باز هم خودی کلمه پلاو هم گوییم از نیاگان ماست. کلمه آش به معنای خوراک عمومی است، به معنای کلی طعام باشد. مثلا ما در آشخانه تاجیکان آشی بریده داریم، آشی توپه داریم، آشی جواری داریم، آشی و پلاو داریم. یعنی آش گفته معنای خوراک رو میگویند. و بعضی تحقیقات هم در این سمت صورت گرفته است و کلمه آش در اوستا دچار می شود در شکل اش، اس، اشتی و در فارسی باستان هست و به یگان گفتگو این همان کلمه است که به معنای خوردن در زبانهای دیگری اویله هند و اروپایی دیده می شود. مثلا در زبان آلمانی خوردن را اسه می گویند یا اینکه در انگلیسی ایت می گویند. در زبان روسی کلمه یست وجود دارد که با کلمه انامین اس و اش هم ریشه می باشند. همین طریق ما با تمام اعتماد گفته می توانیم که هم خودی آش پلاو ایجاد کرده تاجیکان است و هم کلمه آش و پلاو از زبان آریایی، از زبان فارسی باستان رویده است. موافق معلومات سرچشمه ها در گذشته 300 نوع آش پلاو موجود بوده است. امروزها باشد در جمهوری تاجیکستان 130 نمود آش پلاو به قید گرفته شده است. در بین مردم تاجیک نوع‌های زیادی آش پلاو به وجود آمدند. مثلا آش پلاو تاکی، پلاو پوست دنبه، پلاو بدون پلاو، کپ پلاو، پلاو لوبیادار، خلطه پلاو، پلاو صافی، آش کنجه و مانند اینها. و باز هم یک نکته را باید گوییم که امروزها هم در شهر دوشنبه، هم در شهر خوجند، در شهرها، در رایون‌های تمام ناحیه‌های مثلا کشور نوع‌های گوناگون آش رو مثلا امروز ایجادکارانه میپزند و با نام‌های نو آنها مشهور میشوند.
در فرهنگ مردم تاجیک رسم و آیین‌های زیاد از زمانهای قدیم تا به امروز ادامه دارند که در مثلا عرفه توی‌ها، معرکه‌ها آنها گذرانده می‌شوند که مخصوص به آش پلو ارتباط پیدا کردند. مثلا آش نهار در بین تاجیک‌ها خیلی معروف است. یا اینکه مصلحت آشی پیش از جشن عروسی 2-3 نفر کهنسالان تبرک خویشتبار را به خانه جیغ زده دعوت کرده با آنها مصلحت توی را میکنند و البته اون آشی که در نزد آنها پخته میشود اون را میگن مصلحت آشی. و همین طریق مثلا آشی بیبیان هست، آشی ماماها هست. برگزاری فستیوال های آشی پلو در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان به حکم عنعنه درآمد. چون این فستیوال ها در شهرهای بزرگ تاجیکستان از جمله دوشنبه، خوجند، باختر، کولاب، پنجکند و غیرها بارها دایر گشته، در این چاره‌بینی ها هزاران تباهان صنعت آشپزی خود را به ساکنان و مهمانان مملکت نمایش دادند. همین طریق گفتن ممکن است که آش پلو واقعا هم طعام سرغذا خوش لذت، طعام فرهنگ ساز، طعامی که مردم را گرد دسترخوان متحد میکند شناخته شده است. و امروز اگر از تمام جهان سیاحان به جمهوری تاجیکستان می آیند، حتما آنها پیش از همه توسط شبکه‌های اینترنتی معلومات میگیرند درباره تاجیکستان، درباره طبیعت و درباره فرهنگ و مخصوصا طعام‌های تاجیکی. و در همه جا امروز آش پلو همچون برندی طعام‌های تاجیکستان شناخته شده است و فکر میکنم یکی از مقصدهایی که سیاحان امروز برابر با تاجیکستان آمدن در نقشه خود دارند این حتما چشیدن آش پلو می باشد. و ما فکر میکنیم که آش پلو واقعا هم میتواند یک عنصری انعکاس کننده فرهنگ مردم تاجیک در تمام جهان باشد.